خانه‌تان اگر هر روز قرآن بخونه، هر روز در خانه‌تان موعظه باشد، اون شهوات یک مخلوق سرکش به کنترل است که آخه هیچ کس نمیتواند کفالت دهد که خودش همون جنایت رو بکند. زیرا حال ما عزیز ایستاده گپ بزنیم که فلان جان کاری کرده، یه بدبختی به عقل نخواد تو از قرآن خبر داشته باشی که همه جنایت کنی. علیاذ بالله خدا پناه دهد که آن دوباره گرفتار میکنه. آنقدر اون زنک در پیش این دامالا وجود چه نشان میدهد، همه جای زیبایی چه حتی زنش و دامالا همه خیلی دیدگی نیست. از پشت تلویزیون ایستاده دیده حواست برداشته در پیشت باشه خود کنترل کرده بتونی، یا تو حضرت یوسفی که کفالت داری گارانتی داره که زنا نمیکنی. باید در حق آنها نخیر. اینا هزارش تهمت است. باور کنید 20 سال جات خودشان کرده زندگان جات نشان نمیدهند. اینا تهمت در حق مسلمان است. اگر ما عزیز خسته با در حق آنها گپ کنیم، ما یک نفر هستیم که تهاد اسلام خوب نفهمیدیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب في الدنيا وعذاب الاخره. الله در سوره نور میگه زمان عایشه مادر تهمت کردن این منافقا، این تهمت‌ها همه خیلی تهمت میپاپن که انسان در تحیر و حیرت میافتد. وقتی که عایشه مادر تهمت کردن، رسول معظم اسلام تا وحی نعمت حتی در شک شبهه افتیده بود. پیامبر بزرگ بود، میتوانن همه قدر زیبا بسازنش که انسان خودش حیران شود. اما خدا چی بگن؟ شخصانی که عملهای بد، فحشا و بی‌فاحشگی، عمل گناه دوست می‌دارن که در بین مردم تشریحش کنند، با مردم برسانند، تماشا دهند، آنها بدانند که عذاب دنیا و آخرت برای آنهاست. ما باید این گروه نباشیم، ما باید دوست نداریم. بعضی از نمازخواندار می‌بینن تلفن‌هاش یک تماشا کنن، فهمیده بشه تو برادر عزیز تماشا راضی هستی، تو راضی باشی، یک علامت نفاق در قلب تو وجود دارد. و وظیفه ما چی است؟ من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه. تو ستر کردن ای وظیفت، پوشاندن عیب مسلمانان، نه اینکه آشکار کردن در بین مردم شرمنده کردن است. تو بیا یک خط کفالت همه تون پیشنهاد کنید، کی گارانتی برای شما داده 10 روز پس هم کار خودت نمیکنید؟ یگان کس کفالت داده برای تو، خدا نشان ندهد. همه خیلی مسخره کرده خندی در حق او برادر، شاید همین بلا در خود روز دچار شود، خود مردم تماشا کنه و شرمنده وار. باید هیچ وقت در بین مردم تشکیل گفت جاگهشون جدا کنه، زیرا که این شهوت طغیان کرد دیگه پیش هیچ کس گرفته نمیکنه. حتی شاید یک هفته نشد یک نفر نقل کرد در یک محله یک دختره که شوهر میتیان بره او به قرآن تفا شوهرش میتیان، شب اول امو همسرش امو شوهرش میگه به من نزدیکی نکن. میگه چرا؟ میگه من دختر نیستم. خودش میگه که من دختر نیستم. من میگه وقتی دختر نباشی من صرف کردم، خراجات کردم، برای ما گفت که سبب دختری تو از من رفتن چی شد؟ بعد گفت که وقتی با یک عکه خودم برادری خودم فهمید فرغان کدام خونه خیش تمام من آمدیم، هر زمان تنها بودیم، اما در بین نه جای خلوت و ماشین من کرده دست درازی کرد، در حق من کار کرد، یعنی عکه خودش کردن. برادر عزیز دو هم میگم که کفالت ندارد. بنابراین خاطر وقتی که ما از زبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این تعلیم گرفته خودمان از پیغمبر به عقل نگیریم، زیرا ما هیچ عقلی نداریم. ما پیغمبر بین زمین و آسمان فاصله است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دور اندیش بودن، ما اینا پیش ما نمیبینیم گپ بزنیم. رسول الله عصرها اون طرف جدید گپ میزدن که برای ما و شما این تعلیم دادن. اگر حجره کم داره